داستان واقعی هیروبراین موجود خیلی خبیث و قدرتمندی بود که هیچ کس نمیتونست جلوشو بگیره و همیشه شرایطش رو به همه نشون میداد و همه جا رو میسوزوند، هر کاری که دلش میخواد بکنه. داستان از اونجا شروع میشه که استیو، الکس و برایان وسط جنگل اسپون میشن و خب اولا شب بود و همه ماما داشتن کم کم بهشون نزدیک میشدن. الکس گفتش که نه، ما چجوری اینجا باید دووم بیاریم، چجوری اینجا اومدیم. زامبیا آروم آروم داشتن به سمتشون میومدن و استیو، الکس و برایان سعی داشتن میدویدن که خب 100% منطقیه، چون ماما میذاره زامبیا اینا میذارنشون. ناگهان یه دونه عنکبوت میرسه به برایان و برایان همش چون غریزه‌ای بود دیگه واسه همش میدارن. برایان از استیو و الکس کمک میخواد ولی اونا خب کمکش نمیکردن و الکس گفت چطور میتونیم کمک کنیم، این جنگل خیلی بزرگه و ما نمیتونیم این کار انجام بدیم. پس سریع همه هر سه تاشون از روی درخت ها میرفتن این ور اون ور تا جایی که خسته بشن و دیگه ادامه نتونن بدن و اینجا همشون افتادن زمین و زامبیا دنبال شکار بودن که همینجوری اونا با خودشون داشتن حرف میزنن و همینجوری داشتن حرف میزنن و یهویی خورشید طلوع میکنه و زامبیا همه آتیش میگیرن و الکس و اینا و اون سه تا داشتن نگاهشو میکردن و عنکبوت‌ها دیگه آروم شده بودن و دیگه کاری نداشتن. اونا هم داشتن لذت میبرن از اینکه میبینن اینا دارن آتیش میگیرن و میسوزن. استیو گفتش که باید چیکار کنیم، باید یه جور خودمون نجات بدیم، پس بیا بریم پایین. هر سه تاشون رفتن پایین دنبال یه جایی بگردن واسه سکونت. همه جا داشتن میگشتن، به این چی خیره میشدن و میگفتن چیه، بعد کندن دیدن کاکائوه. خب گرفتن، اولا رفتن پیش گاوها گفتن باید گاوها رو بزنیم. پس استیو هم رفت همشون رو زد و الکس گفتش که چجوری میخوایم اینا بخوریم وقتی که نمیتونیم بپزیم. خب من بدم میاد و خب اولا استیو گفتش که نمیتونیم چاره دیگه نداریم، ما باید بزنیمش. اونا هم سعی کردن بخورنش ولی هر دوشون اونا انداختن زمین تا جایی که رفتن که به یه ویلیج رسیدن. برایان، استیو و الکس رفتن با ویلیجر رو حرف زدن که ببینن چی کار میتونن بکنن، میتونن کار عدسی بعد که اینجا بهشون بدن و پول بدن. برش گفتن که خب میتونی برین سنگ بکنی یا چی کنی. بعدش همه رفتن با هم دیگه پیش کلی ویلیجر و ازشون پرسیدن چیکار میتونیم بکنیم. کم کم این روند داشت پیش میرفت و اونا داشتن مثلا حرف میزدن که در اینکه مثلا اینجا چی شد و چه اتفاقی افتاد، الان چه اتفاقی افتاده، ما چرا اینجاییم. و کلی ویلیجرها اینا اینا هیچی نمیدونستن، اولا واقعا هیچی نمیدونستن. ویلیجر رو یاد دادن با دست چوب بکنن، کرافتینگ تیبل بسازن و کلنگ بسازن، طبعا از اینجور چیزا بسازن و اونا ازش تشکر کردن. داری تنها کسی که هیچ وقت این کار انجام نمیداد برایان بود. برایان همیشه میگفت که باید از اینجا فرار کنیم، باید برگردیم به دنیا خودمون، اینجا دنیا اصلی ما نیست. ولی الکس بهش گفتش که نه، همینجا خوبه، من نمیخوام دیگه برگردم، همینجا بهترین جاه. و برایان ناراحت شد و
رفت. همینجوری برایان داشت و اینا داشتن همینجوری گندم و همه کار میکردن و از ویلیجر رو کمک میگرفتن، زامبی ها رو میزدن و خیلی کارهای دیگه، مثلا سند می‌نوشتن، شیشه درست میکردن. برایان همیشه اونا رو میدید و بهشون میگفت نه این کار درست نیست پیش خودش و اونا خوشحال میشن از اینکه این کار رو انجام میدن. ویلیجر واسه شون دارن دست میزن و ویلیجر به اونا گفتن که شما برتر مایید، پس واسه همین شما پادشاه ما باشید و استیو و الکس قبول کردن و پادشاه اونا شدن و برایان هم با خودش میگفت نه این کار درست نیست. همش این حرف رو بهشون میزد، همش میگفت این کار درست نیست، بیا برگردیم به جهان خودمون و اونا قبول نمیکردن. پس برایان خودش را افتاد داخل جنگل، هر جایی که میتونست میرفت، این ور میرفت اون ور میرفت تا اینکه اینو پیدا کرد. از نظر خودش نمیدونست این چیه، واسه همین خیلی کنجکاو شد که بره پیشش و اونو دید و همش داشت نگاه میکرد بهش که این چی کار میتونه بکنه. یه جورایی روی برایان یه تأثیرایی. برایان وقتی اونجا بود حس قدرت میکرد، خیلی فکر میکرد خیلی قویه و هم بعد یهو کوه یه تیکش کنده شد و برایان با خودش گفت این چیه، چه خوبه. بعد برایان خیلی خوشحال شد که اینو پیدا کرده چون حس قدرت بهش میداده. برایان اونو کند و راه افتاد به سمت ویلیجی که اونا بودن. برایان به استیو و الکس گفتش که نه کنی من چه چیز خوبی پیدا کردم، باید میتونیم به قدرت برسیم و برگردیم به جهان خودمون. استیو و الکس فقط بهش خیره شدن و گفت نه تو احمقی، نمیتونیم دیگه برگردیم، پس همینجا خوبه. استیو گفت نمیشه، ما نمیتونیم برگردیم به جهان خودمون و باید همین جهان رو قبول کنیم که این جهان خیلی خوبه. برایان قبول نکرد و دوباره رفت. یه بارم دیگه گفتش به اونا قبول نکردن و گفتم گم شو برو، گم شو از اینجا برو. برایانم خیلی ناراحت شد و فرار از اونجا رفت. همینطور داشت داخل جنگل قدم میزد. کلی زامبی از هیلا اینا دید که خب بهش حمله نمیکردن و برایان نمیفهمید که چرا اینا بهش حمله نمیکردن. بعد از یه مدت این بهش داشت یه حس قدرتی میداد، انگار بیاد خیلی قویه و استیو و الکس همش میرفتن دنبال اینجا اونجا و همه کار میکردن، داخل صحرا، داخل جنگ، همه جا میرفتن و ما اینا میکشتن. همه جا میگشتن تا دنبال ویلیج بگردن و ویلیج خودشونو اینقدر قشنگ هم تمام مردم ازشون تشکر کردن و خیلی خوشحال شدن. ولی اونا رفتن به سمت ویلیج دیگه و اون آدما به سمتشون شلیک کردن، تیراندازی کردن و اونا هم سعی کردن خیلی آروم باشون صحبت کنن ولی باید می جنگیدن. بعدش چند نفر راهزن رو دیدن، اونا رو زدن و خیلی کارهای دیگه کردن. آخر سر اینا به استیو و الکس اعتماد کردن و گوشتن بیان داخل. یه دختر به الکس یاد داد که چجوری بکنه، چی کارا با اینجوری مثلا فرم بکنه، خیلی کارا با هم دیگه یاد گرفتن چجوری ترید بکنن با هم دیگه و اون دوتا رئیس اونجا شدن.
و کلا فکر میکردن حکومت دست اوناست، ولی فکر نه، داخل سرما و گرما هر جایی میرفتن، هر جایی. من رو نگاه کردن چند تا ویلیجر زندانی شده دیدن و گفتن باید اینا رو نجات بدیم، اینا خیلی جاشون بده. و استی گفت باید چجوری باید این کار انجام بدیم؟ اصلا کار کی بوده؟ برایان همه کار داشت میکرد. یه دونه ویلیجر رو کشت و یه ویلیجر رو زد و اونم کشت. کم کم حس قدرت گرفته بود، همه رو زندانی میکرد. برایان تبدیل به یه وجود دیگه شد و تونست پرواز کنه به کمک اون چیزی که دستش بود. برایان همش بهشون میگفت که نباید این کار بکنید، ولی اسی و الکس قبول نمیکردن. با خودشون میگفتن که اون احمق شده، چرا اینطوری شده؟ و همش دنبال گشت و گذار بودن و از اینجور چیزا. برایان هم همه جا رو خراب میکرد بخاطر اینکه اون شی روش تاثیر گذاشته بود و کم کم داشت تبدیل به یه موجود خیلی خیلی شرور میشد، جوری که دلش میاد همه رو بکشه. برایان همیشه اونا زیر نظر داشت و برایان رنگش شاشی خورده تغییر کرد و روشن‌تر شد، انگار که قرار چجور روشن‌تر از این هم بشه. برایان اونجا رفت و یهویی اونا رو برد یه جا دیگه. اونا ازش پرسیدن چی کار داری میکنی؟ اینجا کجا دیگه؟ گفتش اینجا خونه منه، نگاه کنید چقدر اینجا خوبه، چقدر اینجا بزرگه. و کلی داشت واسه شو توضیح میداد که بعد از اینجا هم بری، ولی اونا باز قبول نکردن و برایان دیگه از کنترل خارج شد. برایان هم به اونا تصمیم داد که به این ملحق بشن، ولی اونا قبول نکردن. برایان اونا برد داخل یه جایی، چند تا قفسه گذاشته بود که اونا فرار نکنن. الکس به برایان گفت دیوونه شدی، چرا اینطوری میکنی؟ ولی در جواب برایان هیچ حرفی نزد و چند نفر رو فرستاد که اونجا برن و اونا رو بکشن. چند نفر دیگه داشتن با خودشون فکر میکردن که چه اتفاقی افتاده. بعد رفتن به اون خونه خیلی بزرگ. برایان دیگه داشت تبدیل میشد به هیروبراین داشت به اون تبدیل میشد و خیلی دیگه قوی شده بود، خیلی خیلی خیلی. اونا حمله کردن به اونجا و اون داشتن افرادشون میکشن و برایان دیگه تبدیل شد به هیروبراین. دیگه تاثیر نداشت اون همه کار زحمت اونا. برایان کلا همه چی رو به فنا بود و همه چی رو خراب میکرد و غارت همه چی رو میکرد. یه نفر رو کشت هیروبراین و این آدم ها رو با هیروبراین اونا رو تنها گذاشت ببینن اینا میتونن بزنن یا نه. و اونا کلی دیگه داشتن این ور اون ور رفتن و استیو الکس خوشحال شدن بخاطر اینکه دوستای اومدن نجاتشون دادن و اونا رو آزاد کردن و کلی از پوزه چه اتفاقی افتاده، اینجا چیه قباره، اینا چیه اینجا. بعد استیو رفت اونو کند و اونجا لابا گذاشت، ولی همون لحظه هیروبراین اومد و گفت چیکار واسه استیو داشت کلی توضیح میداد ولی برای اون گفت یا همون هیروبراین گفت نه. و همون لحظه هیروبراین استیو میخواست
بکشه و هی به خودش میگفت نه این کارو نکن، ولی همش با خودش میگفت آره همش تو ذهنش اینجوری میشد. آخرش هم همه جا آتیش زد و اونو کشت. اینم از داستان هیروبرای.